داستان‌های ترسناک شما، قسمت 10. یه روز ماشینی که تازه گرفته بودم و شستم و گذاشتمش داخل حیاط. رفتم داخل تراس خونم و یکم بیرون رو نگاه کردم. هوا کاملا صاف بود. رفتم دستشویی و دستامو شستم. وقتی اومدم بیرون دیدم هوا طوری شده انگار آخر زمان اومده. همه جا تاریک شده بود. بارون زده بود، با اینکه همین الان آفتابی بود و تقریبا هوا ظهره. رفتم ماشینمو که تازه گرفته بودم و بردم توی پارکینگ، چون زنگ میزد و خراب میشد و تازه شسته بودمش. برای همین رفتم که بخوابم و صدای خنده ای شنیدم. وقتی صدای خنده رو شنیدم انگار از پشت دیوار بود صدا. پشت دیوار وایسادم، پشت دیوار رو نگاه کردم و دیدم یه موجود یه دفعه جیغ زد. سریع از اونجا فرار کردم و رفتم توی ماشینم و گازشو گرفتم و رفتم، ولی بعدش فهمیدم که همش یه خواب بود.